تا حالا شده فکر کنی تو بدبخت‌ترین انسان هستی و به خدا بگی خدای من چرا این همه مشکلات رو به من دادی و بقیه احساس آسودگی و آرامش دارن؟ یه بزرگی میگفت اگر همه مردم عالم مشکلات خودشون رو بریزن داخل یک کیسه و به شما بگم برو دم این کیسه هر مشکلی که فکر میکنی کمتره رو انتخاب کن برای خودت، هر کس همون مشکلی رو انتخاب میکنه که الان دامنگیرش هست. خدا حکیمه، علیمه، خدا آفریدگار توه، خدا تو رو میشناسه چون که خودش خلقت کرده. اگر الان درگیر گرفتاری هستیم چون که این دنیا دنیای نقصه، دنیای امتحانه، دنیای عقوبته. فکر کن یا داری امتحان میشی، خدا میخواد به ترفیعی بده، درجه بده، ببرتت بالاتر، تو رو بزرگ کنه، یا اینکه نه یه اشتباه و خبط و غلطی کردیم که خدا داره مؤاخذمون میکنه و نمیخواد حسابش تو روز قیامت پای ما باشه و اون دنیا جوابگو باشه. حواسمون باشه خدا خیلی بنده هاش رو دوست داره. مخلصم.